Но в жизни муж мне не разрешит такое одевать. Раньше бы, наверное, бы он разрешил, а сейчас хоть убей. حالا موضوع نه راست شا بگو تو خطه فروشی یا لیباسورا یک نمود تومیتی که مردک دیدگی زنگیر می شود تمامی پستی و بلندی بدنت نمودار است حتی لباس های تحپوشت نمودار است تمامی کار و باری زندگی تا رکلام میکنی از الله شرم نمیداری طبق روایت مسلم پیامبر خدا صفت زنان دوزخی را بیان فرمودند که آن صفتها در تو دیده می شود یعنی به حجابی تنگ تنت پوشیدن این صفتها در تو 100% دیده می شود سطر پوشیدن معنای ایره نداره که چهل میفورد تا داده پس و پیش تا رکلام کنی هدف از پوشیدن سطر و حجاب پوشاندن زیبایی های زن است خداوند در قرآن کریم برای تمام زنان مسلمان امر می کند می فرماید ولا یبدین زینتهن یعنی زنان زیبایی هایشان را برای مردانی بیگانه نشان ندهند اما تو باشی خودت شهوت انگیز کردن نشان میدی خودت میلی باز هزاران مردی بیننده را به گناه میکشی از الله بترس